طرز تهیه گردو ترشی. ابتدا گردوهای سبز که هنوز به مرحله چوبی شدن نرسیدند انتخاب می‌کنیم. پوست سبز آنها را با پوستگیر کنده و سپس با چنگال سوراخ می‌کنیم. آنها را در قابلمه آب ریخته و به مدت 15 دقیقه می‌جوشانیم و سپس خالی می‌کنیم. گردوها را در آب سرد ریخته و به مدت 1 هفته هر روز آب آنها را تعویض می‌کنیم. ابتدا آب به رنگ چای پررنگ و سپس در روزهای آخر آب زلال و شفاف می شود. بعد از این مرحله گردوها را با سرکه به مدت 10 دقیقه می جوشانیم و خالی می کنیم و سپس با سس تمر هندی و سرکه و نمک و ادویه مخصوص گردو ترشی مزه‌دار کرده و در شیشه ریخته و در یخچال نگهداری می نماییم.